درود. امروز چهارشنبه 6 آگوست است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. در ابتدا نگاه به سرخط چند از موضوعهای برنامه. ضرب‌العجل دونالد ترامپ به روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین 2 روز بعد به پایان می‌رسد. آیا سفر فرستاده ترامپ به روسیه مسئله را حل می‌کند؟ مقامات تاجیکستان میگویند غم مهاجران را به قدر کافی میخورند و تنقید آنها برای صدا بلند نکردن به حمایت مهاجران کاری درست نیست. یکی از مسائلی که بررسی می‌گردد همین مسئله محافظت منفعت مهاجران مهنتی است. راه‌های جنجالی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به کی رسید؟ منصبدار تاجیک بعضی از جزئیات سازشنامه مرزی بین دو کشور را شرح داد. پورا روی چارکو از اون مشکلی فقط درآمد به واروخ و یک لایه کلانش ساز. از خبری مهم شروع میکنیم و از روسیه. تلویزیون های روسیه ویدیوی دیدار استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا به مسکو را نشر کرد که با مقامات روسیه و ولادیمیر پوتین در باره راههای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. سفر ویتکوف هم 2 روز پیشتر از ضرب‌العجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صورت میگیرد که گفته است اگر روسیه تا روز 8 آگوست جنگ در اوکراین را بس نکند تحت تحریم‌های سختی اقتصادی قرار میگیرد. عین زمان ترامپ به خریداران اساسی نفت روسیه از جمله هند و چین تهدید کرده است اگر خرید نفت روسی را بس نکنند از این کشورها باج علاوه‌ای می‌ستاند. تا کجا همه امکان پذیر و یا این همه آسان است؟ همکارم کیومرسیتا گزارش می‌دهد. در آستانه ضرب‌العجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روسیه برای قطع جنگ در اوکراین، واشنگتن در پی نفستن کردن اقتصاد روسیه است و برای این کار هدفی نوی یافته است، آن هم نفت فروشی روسیه به چین. حجم نفتی که چین از روسیه می‌خرد یک مانع اساسی در مذاکرات آمریکا و چین درباره تجارت دوجانبه است که در شهر استکهلم ادامه دارد و دو طرف سعی دارند که اختلاف‌های زیادی را برای پیشگیری از باج‌های تنبیهی بگیرند. با افزایش ناامیدی ترامپ از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دلیل بی‌توجهی او به تلاش‌های گذشته برای برقراری صلح در اوکراین، واشنگتن امیدوار است با محروم ساختن مسکو از میلیاردها دلار درآمد از نفت ابزار فشاری بیشتر به دست دارد. دنیس ویلدر که در عهد جورج بوش مشاور ارشد او در مسائل چین بود، به رادیوی آزادی گفت که دولت آمریکا به این درک رسیده است که فروش نفت روسیه به چین چقدر اهمیت دارد. بدون فروش این نفت می توان گفت که اقتصاد روسیه احتمال بیشتر از این شاهد سقوط اقتصادش می شد. اما مایل کردن چین برای قبول طلبات آمریکا سخت بوده است، چون مقامات چین در جریان ملاقات گفتند که خرید نفت را از روسیه کم نمی کنند. در واکنش به این موضوع، اسکات بیسنت وزیر مالیه آمریکا احتمال جاری کردن باج 100% را برای چین مطرح کرده است. وزارت کارهای خارجی چین هفته گذشته در واکنش به تهدید تعرفه‌های بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چین همواره تأمین خویش را با نفت و گاز برای منافع ملیش تضمین خواهد کرد. به گفته این وزارت، مجبور کردن و فشار به جای نمی رسد. مقامات سابق و تحلیلگران بازار نفت و گاز که با رادیو آزادی صحبت کردند، گفتند که چین به احتمال غالب خرید نفت را از روسیه بس نمی کند. اما آنها میگویند شاید چین به نشان حسن نیت برای مدت خرید نفت روسی را کمتر کند تا سازش تجارتی حاصل شود و راه برای دیدار رهبران چین و آمریکا سی جین پینگ و دونالد ترامپ در ماه اکتبر بازگردد. ولی مایل کردن چین به کاهش خرید نفت روسیه به مذاکرات پیچیده آمریکا و چین وابسته است که در شوئدسیا ادامه دارد و باید تا روز 12 آگوست با سازش به پایان رسد. بر علاوه طلب کاهش خرید نفت از روسیه، آمریکا از چین خواسته است که خرید نفت را از ایران به تمام قطع کند که زیر تحریم‌های آمریکا است. ایران 90% نفت صادراتیش را به چین می‌فروشد و به گفته تحلیلگران 5 نفت چین را روسیه تامین می‌کند. مقامات تاجیکستان تنقیدهای پیوسته درباره سکوت آنها در مورد اذیت و آزار مهاجران تاجیک در روسیه را بی‌اساس می‌دانند. در نشست‌های خبری که حالا در دوشنبه ادامه دارند، خبرنگاران همین مسئله را در میان گذاشتند و گفتند که چرا
حکومت وقتی بدرفتاری ماموران امنیتی روسیه با مهاجران تاجیک را می‌بیند چیزی نمیگوید. رهبران بعضی از اداره‌ها گفتند که این ادعا درست نیست و رات یوسفی گزارش می‌دهد. منتقدان حکومت تاجیکستان در خارج کشور مقامات و دولت تاجیکستان را به حمایت ناکافی از حقوق مهاجران و سکوت در برابر آزار و اذیت آنها در روسیه گناهکار می‌کنند. اما رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان این انتقادها را بی‌پایه خواند. این قضاوت درست نیست و نه تنها نمایندگان وزارت و اداره ها بلکه دایره های کارشناسی ما هم که در همین چاره‌بینی های منطقوی و بین المللی اشتراک میکنند، یکی از مسائل هایی که بررسی میگردد همین مسئله محافظت منفعت مهاجران مهنتی است، زیرا سهم آنها هم در رشد اقتصاد جمهوری تاجیکستان نظر رس است. پیشتر وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان نیز تنقیدها را که در برابر شکنجه و تحقیر شدن شهروندان تاجیکستان هنگام بازداشت به گمان شرکت در قضیه کروکوس نپذیرفت. خانم ماسکالکووا омбудсмани Федерация Россия бевосита дар ин маврид аввалиншуда мо бай карда будем ва Маскалкова ба мо ҷавоби хатӣ доданд васлан ки мо бо мақомоти тафтишотӣ кумитаи тафтишотии Россия бевосита кормандони омбудсмани Россия ҳамкорӣ карданд ва ҳангоми тафтишот ва масъалае ки вобаста ба ё нишон дода буданд гӯё шиканҷа шудан рӯи рост мо инам гуфта будем баъди ҳамин шумо аҳамият дода бошед дар ин масъала дигар гап намезанам. Ман фикр мекунам ки натиҷаи мусбии яъне ҳамин муроҷиати мо буд, чунки дар ҳамин раванди тафтишот камтар бебудӣ аст ин масъала қатӣ. کارشناسان میگویند تاجیکستان در سطح رسمی تلاش میکند که حقوق مهاجران را در روسیه با راههای دیپلماتی حمایت کند، ولی در عمل بسیار مهاجران در نامه‌های خود به شبکه‌های اجتماعی میگویند که احساس بی‌صاحبی کامل میکنند. آنها میپرسند چرا واکنش قرقیزستان و ازبکستان برای دوشنبه رسمی درس عبرت نمیشود. مثلا سالهای 2023 2024 ده‌ها هزار شهروندان تاجیکستان از روسیه دیپورت شدند. بسیاری ها به دسترسی به ادوکات و حمایت حقوقشان. سازمان‌های بین المللی مثل هومن رایتس واچ بارها گفتند که مهاجران تاجیک به تبعیض، بازداشت خودسرانه و محدودیت بیشتر دسترسی به خدمت‌رسان‌های طبی و حقوقی ندارند. اگر این وضعیت را با جمهوری‌های همسایه ازبکستان و قرقیزستان مقایسه کنیم، ازبکستان چند سال اخیر کنسولگرایی‌اش خیلی فعال می باشد و قرقیزستان هم در رسانه‌ها هم در سطح دیپلماتی بیشتر عاید حقوق مهاجران مهنتی صدا می‌دهند و تاجیکستان هم تلاش میکند که حقوق مهاجران را حمایت کند، لیکن این بسنده نیست. یک دلیل زیاد پایمال شدن حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه خاموشی از اندازه زیادی دولت و منصبداران دانسته می شود. آخرین نمونه صدا بلند کردن تاجیکستان برای مهاجران آخر ماه اپریل سال گذشته بود که سفیر روسیه در تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی دعوت و به اون نوت اعتراضی سپرده شد. این نوت در پی حادثه عمل تروریستی در تالار کروکوس و برای ساعت‌ها نگاه داشتن مهاجران تاجیک در فرودگاه‌ها و دیگر نقطه‌های مرزی دولتی از سوی مقامات روس به میان آمد. اما بعداً با ماه‌ها ادامه یافتن حالت مذکور دیگر اعتراض یا نوت صدا نداد. محمد اقبال صدرالدین یکی از مخالفان تندلحن حکومت تاجیکستان اعلام کرد که در خارج یک سازمان نوی تأسیس دادند. او با نشر یک بیانیه در روز 6 آگوست گفته است که گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان با نام حرکت اصلاحات خواهان جنبش سیاسی نوی تأسیس دادند و هدف آنها نجات ملت و دولت تاجیکستان از ورطه دیکتاتور است. محمد اقبال صدرالدین که در تاجیکستان به قلابی متهم شود عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی است. محمد اقبال صدرالدین در گذشته خواستار استعفای رئیس حزب محیدین کبیری شده
چون به قول او کبیرین اصلاحات انجام داد و نه مبارزه جدی کرد. به قول محمد اقبال صدرالدین سازمان نوتأسیس آنها بیشتر از 200 عضو دارد و اکثریت آنها در کشورهای اروپایی، ترکیه و امریکا هستند. و یکی از مقام‌های رسمی در ولایت سوغد بعضی از جزئیات سازشنامه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان را آشکار کرد و از جمله به اختیار کدام طرف گذاشتن بعضی از قطعه‌های راه‌های منطقه و در گذشته جنجالی را شرح داد. سردار اداره راه‌های نقلیاتی ولایت سوغد گفت که برای تکرار نشدن بحث و کشمکش‌ها بعضی از راه‌ها از جانب هر دو کشور یک جایه استفاده خواهند شد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. این راه که از میانه دهه آقسوی جمهوری قرقیزستان می‌گذرد، حالا یگانه پیوندگر جماعت واروخ با جمهوری تاجیکستان است. مسئولان اداره راه‌های اتومبیلگرد وزارت نقلیات در ولایت سوغد میگویند حالا برای ساختمان راه آلترناتیوی با کشور قرقیزستان به سازش رسیدند و ساختمانش به زودی آغاز خواهد یافت. در 4 سال بسته بودن مرزهای دو کشور این منطقه شاهد زد و خوردهای شدید گردیده بود. جنجال هم اینجا اساساً سر استفاده راه مشترک صورت می گرفت. پورا راه چارکو از اون مشکلی فقط درآمد به واروخ و یک لایه کلانش ساز لایه تقریبا 255 میلیون سوم را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های خیتایی، شرکت‌های ترکی و شرکت‌های ایرانی را ما گرفته بردیم اینجا. از حساب همون دریای با کمتر وکره همجا بلندای بتون کرده راهی نام می‌سازیم. بدون بارش بیمالان رفت آمد کردم. یعنی به گفته ناصرزاده راه دهه خواجه علا و 4 راهه بحثی هم به حدود تاجیکستان گذشته فعلا ساکنان دو کشور از آن استفاده میبرند. پیشتر این منصبدار تاجیک به رادیو آزادی گفته بود که پس از بحث‌های طولانی تعمیر راهی بین دهه خستیورزی باباجان غفورف تاجیکستان و دهه‌های بارباردوک و ارقه ناحیه لیلک قرقیزستان را هم آغاز کردند. برای تعمیر و هموار و وسیع‌تر کردن راه با رضایت ساکنان دهه بارباردوک درختان کنار آن را ریشه‌کن کردند. و جز این دیگر راهی بحثی ناحیه باباجان غفورف هم حل خویش را پیدا کرده است. راهی کلوندو مقصد با درازی 1.1 کیلومتر در جماعت دیوتی اوچخالچه وجود دارد و راه از تریتوری جمهوری تاجیکستان می‌گذرد و جمهوری تاجیکستان تعلق دارد. وقتی که سازشنامه به امضا رسید ما رفته قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در برآمدگی همین 1.1 کیلومتر منفش کردن نکار. ما به قریب 10 روز شد آن پورا منفش کردیم حساب وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و آن را شهروندان قرقیزستان استفاده می‌برند. همین خیلی جای اونجا دیگر راهش هم نیست اونجا گذاشتن مجبور میشن در اومده برام اونجا. این شرح و توضیح یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان در حالی است که با گذشت بیش از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محل های تبادل شده را با قرقیزستان اعلام نمی کند. منصبداران قرقیزستان پیش از امضای سازشنامه بعضی جزئیات را آشکار کرده بودند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیوند داد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. و در رودخانه پورتالاتوم وخش جستجوی جسد 2 سرباز تاجیک ادامه دارد که روزی 30 ایول غرق شدند و تا حال نشانی از آنها پیدا نکردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بی احتیاطی هنگام شنا و بی نظارت گذاشتن کودکان و نوسان سبب اصلی جان باختن جوانان نوسان در نهر، رودخانه و کلو آب انبارهای تاجیکستان است. بیننده گرامی 15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر خبری دارید به ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.